شما دوستان عزیز، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. میخوام چند تا بتل بزنم با ترکیب قدیمی خودم، ترکیب پکابریج. منتها یه تغییراتی توش دادم دیگه. به جای ماجیک آرچر فایرکرکر آوردم، چون ترکیبو سبکتر میکنه. ماجیک آرچر میمونه، اکثرا رو دست میمونه. واسه ترکیبای سایکل خوبه. ترکیب قبلی که مثلا واسهتون گذاشتم، ترکیب رمیلی، اون سایکل بهتر میشه بازی داد این کارتو، ولی اینجا تو این ترکیب اکثرا تو دست میمونه رو دستتون. به خاطر همین فایرکرکر هم کارتیه که خیلی رو مخه و حریف باید بگیرتش سریع، چون کار دستش میده. بهتره، جوابتره. و اولوشن هم که بتل رم اولوشنش فعلا بهتر از فایرکرکره، یعنی بیشتر به درد میخوره. بریم چند تا بتل بزنیم. پکابریج بشه بود ترکیبی که من استفاده کم کنم. از قدیم دارم این ترکیب رو پلی میدم، فقط به خاطر 2 تا کارتش. یکی چیه اسمش، الکترو ویزارد و ماجیک آرچر بود. این 2 تا کارت رو انقدر من دوست دارم. کارت های خفنی هم به خاطر سیسشون هم. همین اول کاری فکر کنم به گاه رفتیم. دیگه زب نمیزنم ولی خب ترکیب آرجیه. ترکیب آرجی رو نباید پکا رو همینجوری الکی بندازم. زمانی باید پکا بندازم که طرف رویال جاینتش رو میندازه. اکسیرم نباید لیک بدم. حواسم هم باید به اون فیشرمن باشه. اون فیشرمن خیلی رو مخه، سریع آدم رو به گاه میده. خب بتل رم از اینجا برم. یه دونم پکا، زپ آماده. خب اگه اسکلت داشته باشه باید زپ هم آماده رو دستتون باشه. زپ اون همینجوری هدر ندین، اینجا به درد میخوره. خب اینجا دوباره بندید. یه دونه فایرکرکر تو مزیقه اکسیره. الان تو مزیقه اکسیره، تاورشو کم. اونم 2 تا بزن. ای دن سرویس، نباید بذارم تاور رو بگیره. خب الان یه بتل رم، الان میخواد فیشرمن بندازه. من میدونم این تاور رو ول میکنم، ولش کن، این رفته. ببینیم اینور بتل رم بندید، درگیر اون بره فعلا. خب یه دونه ایویزارد، یه دونه گوست. تا درگیر اون بره من باید این بر تاور بگیرم از این. یه دونه بتل فایرکرکر. اینو دیگه با چیپ دمش جمعش میکنم من. یه فایر مشتی. ای بابا، بگیر اینو. من میتونم تاورشو بکنم. مرسی. دن سرویس وام نمیده. بچه بعدی. گود لک. یه دونه بتل رم.
بچه ترکیب خیلی تکنیکیه دیگه، باید حواستون باشه. خیلی سخته پلی دادن با این ترکیب پپا بیدیچ و این مچ هم ما میبازیم، اصلا شکی توش نیست، به خاطر اینکه این ترکیب آره ووتاپ نیست، چیزه با مگانایته قشنگ تا خار مادر زد به این ترکیب، تا خار مادر زد، امکان نداره اینو بتونیم بزنیم. من چرا اینو انداختم؟ یه زب ما هم یه دمیجی بدیم دیگه، نمیشه که فقط تو بزنی. ولی اگه خوب پلی بدم میتونم اینم بزنم. اینقدر بدم میاد من از این کارته، اینقدر بدم میاد من از این رویال ریکوریت، اعصاب منو خراب میکنه. فایکرکر از وسط، یه پکا نمیشه رفتیم، نمیشه گرفت. بیا چیزم داره، باش نمیزدم زفا حیف شد. نت منو نگاه کن، یه پای کرکر دمت گرم اونجا رو گرفتم، دمت گرم اونجا رو گرفتم. یه پکا از ته، یه پکا از ته. خب حالا یه دونه بتر دم پشت پر میکنم، این بر پای کرکر میخواد مگانک بندازه فکر کنم. بس دمت گرم. حالا این ور رو دوباره پر میکنم، اشکال نه بزن مکاناک بچسته. چقدر میگه میخواد دمیج بده، اونجا رو گرفتم. یه مسخره بگیرم اینو، که فول زد رو زدم. برو که دیگه بر نگردی ها، تا ناموس زد بودی. خدایی خوب پلی دادم. مچ بعدی والکری چیه ترکیبش؟ اینجا دیگه این فرصت رو نباید از دست بدیم. این یه کارت 3 اکسیریه که باید دمیجمون رو بدیم. دیدی ارو رو زد روش، کارتیه که مجبوره بگیره، نگیره دمیج میخوره. بیا پای زدن من، پای زدن من. این بازی ها رو کی میخوام من تمامش کنم؟ زب چه ترکیبی آخه؟ ویچ هم داری تو؟ نباید بذارم پای کرکتر بگیره، مجبور شد عروش رو بزنه. بگارش تو هر شرایطی یه دونه رو میزنه، یه دونه رو باید بزنه.
تاور وسطش هم خراب شد. یه بندید دوست پایی رو بزنم روی این زپ هم اینجا میزنم. اینم با بطل مسکولش میکنم. پکا 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 نمیشه. امکان نداره اینو بتونم بزنم. تموم. یه ذره دل به کار میزدم میزدمش دیگه بابا. این فایر اولیه هستن روحیه من آورد پایین. حیف شد. چه بعدی ببخشید پای کرکر نمیذارم پای کرکر بیفته. یه بندید خب این الان این دیگه باید پکا رو بندازم. این باید بندید رو بدیم جویی تابه رو. یه زپ به موقع زپ منو ببینم. چرا من اینجوری اسپل میزنم آخه؟ خب بگاه رفت. تبریک میگم. برو جون مادرتونو بزن. این ویچ کسافت اگه بذاره وای پایر زدن منو ببین. بندیت انداختنمو ببین. میگیرمش. تاورش اونجا جویدن. چیکار میخواد بکنه؟ خب یه دونه پای کرکه. مرسی. دیر انداخت. بیا فایر منو. نه خب یه بندی تیم ور بچسبی جون مادرت. مرسی تموم. یه عمرم بذارم تو از من تاور بگیری. اینو باید اسکلش کنم. اینم اینجا میگیرم. وای 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 این باید برم 3 میشم. جون مادرت جون مادرت بیفت. تموم. گود گیم بابا. نزدیک بود و داشت 3 میکرد منو. خب مچ بعدی هنوز جوابه. ببخشید هنوز جواب این ترکیب
اولش کن. پای کرکر بابا بزن دیگه، 4 ساعت منتظری. اینو میزنم رو تاور. خب یه دونه رو زد یه دونه. چطوری زد؟ یه بندید گوبلین گنگ میخواد بریزه. زب اسپل زدنم خیلی افتضاحه اصلا، میدونم اینو. گوست فرصت مناسب برای زدن فایر. ویزاردم داره. این چه ترکیبایی آخه؟ همین آدمو فشاری میکنه. زپ آماده. گوست متلرم. یه فایر کرک سر پل. دارم لیک میاد. بندید الکتریزر اینوری میزن. بابا چرا من اینجوری فایر میزنم آخه؟ یه دونه پکا از ته میدم، اینو باید جمعش کنم. خب یه ویزارد شداد زیاده ها. اینا رو اسکول میکنم. خب اینم با بندیت میگیرم. یه توست زب پای کرکر درگیر اون برای این ور از جهت مخالف بتل رم. تمام شد. جی جی. اینم از این مچ. بریم واسه مچ بعدی. اینا رو جمع کنم. اینو خیلی دارم. لوفی، آقای لوفی بیاین این ور، بیاین این ور. تون نرو. این ورم پر میکنم. مرسی، ممنونم ازت. اون ور اون بربر رو نگاه چجوری تابرتو جویی. به جای اینکه ارو بزنی اون ور رو دفاع کن. تابرت روبست دگره، چیز نیست که. زپ و سایکل میکنم. احتمالا این ور حمله کنه. خیلی اکسیت خرج کرده.
خب من از این ور دیگه حمله‌مو میکنم. خیلی اکسیر خرج کرد. اینا رو هم با بندیت میگیرم. گرفتم، کندم تا بره. یه دونه دیگه. مرسی. خب حالا اینو تبدیل به ضد حملهش میکنم تا دهنت سرویس بشه. یه ضرب. این تاورت هم کندم. یه از این کارا نکن. ایریزار. یه از اینجا به بعدش راحته دادش. من از این ور اون ور نیرو میریزم که نتونی منو بزنی. فرصت تاور گرفتم بهت نمیدم. بلکن. سه شدی داداش، سه شدی. بچه بعدی. چرا پلی نمیدی؟ خب مرسی. ترکیب ایجاینته. احتمالا فیشرمن داره. اگه فیشرمن داشته باشه من این ریسک رو میکنم دیگه. جلوش نیرو نمیریزم. زب. وای فریز. گستو میندازم تا اون اسکلتا رو بگیره. اونا درد سر میشن. ثبت میکنم. این ور یه دونه بطریدم. اینم با بندیت میگیرم. خب مرسی. کاش فایرکرکی رو مینداختم اون موقع. الان دمیج بهتری بهش میدادم. من داداش پکا دارم. این چه حرکتی بود کردی؟ میخواد ویچ بندازه. من از جلوش رویال گوست رو میندازم. یه فایر. تمام. یه بندیت از وسط هم میندازم که اون تاورش هم گرفتم. وقتی ترکیب خلا میاری باید فکر اینجاش هم بکنی. گرفتی هرچی کارت 7 اکسیری 8 اکسیری با خودت آوردی، فکر اینجاش هم باید بکنی. اینور پر میکنم. ضد حمله رو اینم به عشق خودت میزنم رو اسمت. اینم میزنم اینجا. خدا ایجی. اینم از این. خب فکر کنم بس دیگه، زیاد پلی دادیم. خب اینم از این ویدیو. سعی میکنم در طول هفته با ترکیب‌های مختلف پلی بدم. ویدیوشو واسهتون میذارم. خب اینم از این ویدیو. اگه دوست داشتین ساب کنین. بعد خداحافظ.